بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین گرامی، امروز ما شما در بیزنس لا به امتداد یا به دوام بریچ آف کانترکت میریم. وقتی که ما قرارداد امضا میکنیم، حتما وقتی که او لغو میشه ما شما تولیدات می داشته باشیم و تولیدات خساره به وجود میاد. راه حل همی لغو قرارداد که است legal remedies damages است یا قوانین نجات خسارات است که ما چه قسم باید اگر قرارداد طرف مقابل ما لغو میکنه ما دوجه زیان نداشته باشیم و در کل ما در یک حالت باشیم که بتانیم که امی خساره که ما می داشته باشیم او را جبران کرده باشیم. ما 6 نوع دمیج داریم یا این دمیج های ما که از خسارات است که در بخش breach of contract بر ما میرسه وقتی که لغو میشه قرارداد. There are 6 different types of damages. Number 1, compensatory damage. Compensatory damage یک خساره جبران شده است. صحیح؟ دومیش که از incident damages. Incident damage خساری که توسط حادثه یا تصادف به میان میاد. سومیش consequential damage است. consequential damage که است ای دارای اهمیت است یا خساره دارای اهمیت. چهارمش nominal damage است، خسارات جزئی. و پنجمش liquidated damage است، این خساراتی است که بر ما به شکل چی میشه که تصفیه شده ما ایرم گفته میتونیم یا خسارات تصفیه شده. و آخر یا ششمش punitive damage است. punitive damage خسارات مجازاتی است که خساراتی که دو مجازات امکان داره. نمبر 1 compensatory damage چی است؟ compensatory damage pay to directly compensate یا compensate the no breaching party for the value of what was not done. این جبران خساره میگه پیسه مستقیم هست که باید گرفته شود از کی؟ از کسی که قرارداد لغو میکنه. یعنی دایرکتلی پیسه گرفته میشه یا دایرکتلی جبران میشه به کسی که قرارداد فسخ نمیکنه. این فسخ قرارداد که کسی نمیکنه و کسی که قرارداد فسخ میکنه، همین کسی که قرارداد فسخ کرد به کسی که نمیکنه به او باید پیسه بده. Compensatory damage, also called actual damage, cover the loss the no breaching party incurred as a result of the breach of contract. The amount awarded is intended to make good or replace the loss caused by the breach. کل قضیه جایی است که قرارداد ختم شده، قرارداد فسخ شده. وقتی که قرارداد فسخ شد خسارات به وجود آمد، خسارات به پارتی A رسید و B خسارات وارد میکنه. به خاطر چی واردش میکنه؟ به خاطر که قرارداد ختم میکنه. اگر این قرارداد ختم نشوه معلوم است که در اینجا خسارات نمیآید و A هم حقی را نداره که از B چی بخواه؟ خسارات بخواه. compensatory damage جبران خسارات است. جبران خسارات A و B قرارداد میکنه، A قرارداد فسخ نمیکنه، B قرارداد فسخ میکنه. وقتی که B قرارداد فسخ میکنه با A همین جبران خساره میکنه، چیزی که خسارش میشه دایرکتلی یا مستقیما باید تاوانش بده و قرارداد ختم شه. دوم incident damages. Incident damages in addition to compensatory damage, the non-breaching party may recover in incidental damage. Incidental loss include expenditure that the non-breaching party incurs in attempting to minimize the loss that flows from the breach. The arrange for the substitute goods or services the non-breaching party might have to pay a premium or special fees to locate another suppliers or sources of work. این خسارات حادثوی یا خسارات واقعی است. مثلا شما یک قرارداد دارین با یک کمپانی یا یک هسپتال است، او را شما می سازین. وقتی که شما او را می ساختین در رنگمالیش میکنین و در کل سیستم برقش جور میکنین. اتومات در این وقت شما یک حادثه رخ میده
و از کسایی که همراه شما کار میکنه و یک لاین شارت بسته میکنه، چیزی که میسوزه شما در اوجا باید همه چیزها را پس برای جبران خساره چی بکنین؟ به طرف مقابلتان که قرارداد فسخ میکنین همراهشان، یا مثلا اونا همراه شما قرارداد فسخ میکنه، چی میکنه؟ او باید خساره از شما بگیره و قرارداد فسخ شود. یعنی اگر شما در هسپتال چیزایی می ساختین او را نساختین و در پالویشان که او را نساختین یک حادثه از پیش شما رخ داد، وقتی که شما همین حادثه را کردین جبران خساره میکنین و قراردادم چی میشه؟ فسخ میشه. سیومش که از consequential damages. consequential damage این یک شکل عمومی دارای اهمیت خساره می باشه. A consequential loss is addresses with consequential damage. وقتی که یک خساره دارای اهمیت شد، این توسط چی نشان میشه؟ توسط همین خساره پر اهمیت. There are damages incurred by the non-breaching party without action on his part because of the breach. در این حالت مثلا همین پارتی نمبر A که طرف مقابل هیچ در جریان نگذاشته قرارداد فسخ کرده، اینجاست که خسارات باید بپردازه. A و B قرارداد میکنه، این میه قرارداد به سر خودش چی میکنه؟ فسخ میکنه. به طرف B این قرارداد خیلی قابل اهمیت است، دارای اهمیت است. وقتی که این قرارداد فسخ میکنه، به طرف B که قرارداد برش اهمیت داره با او باید خسارهشان بپردازه. دیگه ایچه که ما داریم nominal damages. nominal خسارات جزئی است. In the situation where there has been a breach but the non-breaching party has really suffered no loss or cannot prove what has lost it, he is entitled the nominal damages. این وضعیت است که شما من حیث پارتی A قرارداد فسخ میکنین، B قرارداد فسخ هم کرده یا در مقابل فسخ قرارداد از شما جبران خساره میخواه. شما میبینید که در این حالت شما مثلا با او کدام زیان و خساره نرسیده، اما او جبران میخواه. وقتی که جبران میخواه کدام شواهد هم نداره که او زیان کرده باشد توسط قرارداد شما. در این تو یک حالت شما هر دویتان در این خسارات جزئی است که شما میتونید که او را بسا با پول کم وادار به فسخ قرارداد بسازین، به خاطر که شما ملامت هستین که قرارداد بریچ میکنین. اگر شما قرارداد بریچ نمیکردین، در این صورت میتونستین که پروسه را پیش ببرین و همین مصارف جزئی یا خساره جزئی را هم با اونا نمیدادین. دیگه که ما داریم liquidated damages است. این liquidated damages که هست ایام یک شکل بسیار مهم خساره است که ایرا خساره تصفیه شده میگیم. Precisely because damages are sometimes difficult to assess, the parties themselves may specify how much should be paid in the event of breach. Courts will enforce a liquidated damage provision as long as actual amount of damage is difficult to ascertain. وقتی که شما در liquidated damage میایین، این یک چیزی است که تصفیه شدگی می باشه. مثلا این میگه برادر من سر همین موتر میفروختم اما آل نمیفروشم. مثلا تو همین موتر که از ما میخریدی خود سر احمد او را به $200 فایده چی میکردی؟ میفروختی. ما جبران خساره میکنم، ما همراه خودت جور میایم، جور آمد میکنیم. همون فایده که تو در این موتر میکردی ما این موتر برای تو نمیتیم، موتر با خود نگاه میکنیم. همین $200 که ما همراه قرارداد داشتیم، همین من حیث پول خساره یا جبران ما قبول میکنیم، ما برتانی را میپردازیم و شما پشتی موتر نگرد. اگر همین موضوع در بین اینیا با مشکل مواجه میشه، ای میگه که ما سر تو موتر فروختیم اما آل نمیتیم. بی میگه که ما این موتر حتما از تو میگیریم.
اینجاست که معامله در بین دو نفر یا دو پارتی چی نمیشه، تصفیه نمیشه. باز چی میکنه؟ محاکم مداخله میکنه. ما قضیه میره به محکمه یا به سرانوالی یا به ادارات مقامات دولتی که وای را تعقیب بکنه و هر قسم که اونا باز تجویز دید، لزوم دید قانون بود، از اون لحاظ باز میتونه که ایره حل بسازه. ایره میگه liquidated damage. دیگه که از punitive damage داریم. Punitive damage are those awarded for the purpose of punishing a defendant in a civil action in which criminal sanctions are of cause unavailable. این یک شکل خساره مجازاتی است به منظور مجازات متهم در اقدام مدنی تعلق میگیرد که البته در آن مجازات محاکم در دسترس نیست. در قانون جرایم این و قرارداد چی نیست؟ جرایم مجاز هست. مثلا یک نفر قرارداد میکنه، طرف مقابل چی میکنه؟ قراردادش لغو میکنه. همین وقتی که قرارداد و قسم باشه که خیلی دارای اهمیت و مشخصات بالا باشه، اینجا هست که وقتی که توی قرارداد فسخ میکنی تو باید مجازات شوی. صحیح؟ وقتی که تو منحیث قانون یا منحیث محکمه باید دو نفر مجازات میکنی، با یک چیزی میاد مشخص معلوم نیست که پارتی A از پارتی B قرارداد کنسل کرد، لغو کرد، چی مجازات باید شود. اما در اینجا یک چیز بسیار مهم بازی است که punitive damage are permitted in a law of torts. صحیح؟ این جزا داره اما جزا اوجا چی شده؟ تعیین نشده. Punitive damage are not fixed by law. The judge or jury may award at its discretion whatever sum is believed necessary to redress the wrong or deter like conduct in future. This means that a richer person may be slapped with much heavier punitive damage than poorer one in the appropriate case. But the judge in all cases may remit, mean reduce, some or all of the punitive damage award if he or she consider it excessive. معنای کلی چی است؟ معنای ای است که در این شکل خسارات جزا واقع میشه. صحیح؟ این خسارات مجازاتی است. مجازاتی به شکلی هست که شما به قانون چی هستین؟ ملامت هستین، جزا باید بر شما داده شود. محاکم به این بخش کدام جزای تعیین نکرده و شکل جزای معلوم نیست، اما کسی که قاضی است و یا هم شخص با صلاحیت یا هیئت با صلاحیت است و میتونه که خودشان جزا تعیین بکنه به خاطر که شما خساره وارد کردید. صحیح؟ این خساره که وارد میشه این تفاوتش است که شاید افرادی که پولدار هستند سر اونا زیاد خساره بیایه، کسایی که غریب هستند یا فقیر هستند با اونا یک خساره چی بیایه؟ مناسب در کیس بیایه. اینجا این کار به خاطر چی میشه؟ این به خاطر این میشه که دیگه از خسارات مردم یا عوام یا خسارات عمومی چی شود؟ جلوگیری شود. It mean شما یک دفعه میاین به یک مارکت در میدین. صحیح؟ این شما از دو لحاظ نقص کردین. یک خو مارکت مردم سوختاندین، دوم این به دولت یک ضرر است که دولت به کفایت نشان میده. در این حالت شما باید توسط قاضی یا محاکم چی شوین؟ مجازات شوین. هم خسارات می پردازین هم مجازات می شوین. این خسارات هم پول می باشه، حتی شما میتونین بندی هم شوین. اگر شما پولدار باشین زیاد پول از پیشتان میگیره، اگر شما کم پول باشین از شما کم پول گرفته میشه، اما جزایش که است خیلی مهم به خاطری است که شما یا مردمای دیگه برش یک درس شوه و بعد از این بسیار به احتیاط پیش بروه. یا لکچر مربوط
بریچ آف کانترکت یا باقی مانده لغو قرارداد بود که ما وقتی که قرارداد لغو میکنیم کدام بخش است که ما جبران خساره میکنیم. خسارات جبران مختلف بود. مثلا شما خواندین که جبران خساره است، جبران خساره که حادثه صورت میگیره، جبران خساره دارای اهمیت است، جبران خساره دارای جزئی است، جبران خساره تصفیوی است که تصفیه میکنین در بین هر دو تا، و جبران خساره مجازاتی است. این بود لکچر امروزی. تا بعد، خدایار و مددگارتان.